درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 32. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی 4، بابی 2. شما راهبران و جنگاوران کلانسال اگر خواهید که عاقلانه عمل نمایید، با صف‌های به هم پیوسته پیش روید تا که اگر به قطار نزدیک دشمنان دچار آیید مقاومت آنها را مغلوب کرده توانید. و جنگاوران جوان دستور دهید که دشمن را تعقیب کنند. بگذار صف‌هایشان را پارچه پارچه ببرند. هر قدر که دشمنان کمتر زنده مانند همان قدر خود را بی خطر حس خواهیم کرد. اگر پیروزی به دست آریم باید از غارتگری دست کشیم، زیرا محض از همین سبب روحیه آدمان زیاد را که الکی غلبه به دست آورده‌اند خوشبختی حربی تغییر داده است. جنگاوری که مشغول غارتگری است جنگاور بودنش را قطع می کند و به حمال تبدیل می یابد. هر یک خواهشمند با آنها همچون با غلام معامله کرده می تواند. شما باید تنها یک چیز را استوارانه در خاطر نگاه دارید. هیچ چیز بجز از غلبه فایده بیشتری نمی آورد. غالب همه چیزها را می گیرد. مردان، زنان، اشیای قیمت بها، تمام زمین. بنابراین تمام جد و جهد شما باید تنها به یک هدف پیروزی روانه کرده شود. اگر لشکر مغلوب گردد سربازان غارتگر خودشان طعمه دشمن می شوند. هنگام تعقیب دشمن فراموش نکنید که شما باید پیش از سرشوی تاریکی به نزد من برگردید. وقتی که شب فرا می رسد ما کسی را به اردوگاه همان راه نمی دهیم. چنین فرمان داده کوروش همه را به سوی گروه‌های جنگیشان جواب داد و امر داد که هر نفرشان فرمایش‌های گرفته شده را به دیکدرخ‌های خود که در پیش صف نظامی می ایستادند رسانده برای گوش کردن فرمان او انتظار شوند و هر یک دیکدرخ باشد باید سخنان کوروش را به گروه دهگانش رساند. پس از این لشکر به معرکه حربی می براید. در صف پیش گرکنیان، در مرکز کوروش با پارسهای خود حرکت نموده حربیان سواره چون عادت در پهلوهای لشکر به پیش می رفتند.
وقتی که صبح دمید، منظره‌ای که در پیش نظر دشمنان ظاهر شد آنها را به حیرت و آشفتگی برد. دیگران باشند درک کردن گرفتند که چی واقعه روی می‌دهد. سیومی ها شتافتند تا که درباره آن خبر دهند. بعضی ها شتافتند که اسب‌ها را از عرابه ها کشایند یا به آنها بار کنند. در آنجا سراسیمه‌وار سلاح را از پشت حیوانات بارکش فراورده، بعد آن را به بر نمودند و به بالای اسب‌ها جهیده قمچین می‌زدند. بعضی ها سراسیمه‌وار زنها را به فایتون‌ها بار می‌کردند. دیگران اشیای قیمت بهاترین را به دست آورده آنها را پنهان می‌کردند. اشخاصی هم بودند که هنگامی به زمین گرانیدن چیزهای قیمت بها به دست می‌افتادند، اما اکثریت آنها نجاتشان را در فرار می‌دیدند. همه آن چیزی را که دشمنان برای اجرایش تلاش می‌ورزیدند با تصوری خیالی پره کردن ممکن است. آنها تنها به یک کار، یعنی برای بازداشت هجوم سعی نورزیدند و همه اشان بی جنگ به هلاکت رسیدند. از بس که تابستان بود، کریز شاه لیدیا زنان را از اردوگاه بیرون آورده آنها را به فایتونها سوار کرد تا که سلقینی شبانه سفرشان را آسان کند. خودش با سربازان سوارش از پس آنها می رفت. عیناً همین طور می گویند که شاه فریگیا رفتار می نمود و او حاکم همان فریگیایی به حساب می رفت که در نزدیکی گلسپانت واقع بود. فراریان با آنها رسیده واقعه را نقل کردند. پس آنهایی هم که قوه نظامی بودند دوان رو به گریز نهادند. شاه کپادوکیا و شاه عرب ها که برای دور رفتن فرصت نیافته به جوشن وارد جنگ شده بودند از دست گیرکنیان به قتل رسیدند. آشوریان و عرب ها از همه بیشتر تلفات جسمانی دادند، زیرا آنها در قلمرو خود قرار گرفته خیلی سست حرکت می کردند. تا دمی که مادها و گیرکنیان شکست دشمن را به اتمام رسانیده او را تعقیب می نمودند و جزایشان را می دادند، کوروش به سپاهیان سواره‌ای که در اختیار خود گذاشته بود فرمان داد که اردوگاه دشمن را احاطه نمایند و هر کسی را که با سلاح رو به گریز نهد نابود سازند. با آن جنگاوران دشمن که در جایشان قرار می گرفتند اعلان شد که همه آنها جنگاوران سواره، پیلتست‌ها و کمانوران اسلحه خود را در بندچه ها بسته به جای معین برند. از پایشان را باید در نزد خیمه هایشان باقی مانند. هر کسی که این فرمان را اجرا نکند سر از تنش جدا می شود. پارس ها که شمشیرشان را از غلاف کشیده بودند همه را در حلقه احاطه نمودند. دشمنانی که با خود اسلحه داشتند آنها را به جایی که فرمان گرفته بودند برده در آنجا به زمین پرتافتند. این سلاح را جنگاوران کوروش که چنین فرمان گرفته بودند به کام آتش پرتافتند. کوروش به خاطر آورد که آنها با خودشان یگان خوراک و نوشاکی نگرفته و محاربه وارد شده بودند، در حالی که بی آن عملیات جنگی را دوام دادن و عموماً کاری را اجرا کردن ممکن نیست.
درباره با کدام راهی بهتر از وضعیت بیرون برآمدن اندیشه رانده تذکر داد که در همه لشکرهای به جنگ وارد شده حتما آدمانی هستند که برای تأمین جنگاوران از جنگ برگشته با خوراک و خیمه ها غمخواری می کنند. در بین اسیرانی به دست افتاده شماره گرسنه‌ماندگان می بایست بسیار تر باشند، زیرا دشمنان به بار کردن خورجین ها به اسب ها بند بودند. از این رو کوروش به منادیان فرمان داد که اعلان کنند هر کسی که در امور خواجگیداری دشمن فعالیت می کرد به نزد او بیاید. اگر چنین آدمان نباشد پس سربران خیمه ها به نزدش بیایند. کسی که این فرمان را رعایت نمی کند جزای سخت می گیرد. خادمان چون دیدند که خواجگانشان چگونه فرمانهای کوروش را با اطاعتکاری اجرا می کنند، آنها نیز همان طور به زودی فرمانبرداری را به دوش گرفتند. وقتی که آنها آمدند، کوروش اول به خادمانی که در خیمه هایشان ذخیره غذایی زیاده از 2 ماه داشتند اجازتی نشست را داد. پس از آن کوروش مقداری ذخیره آنهایی را که به 1 ماه می رسید قید کرده فرمود که در جایشان بشینند. قریب همه در آنجا به جایشان نشستند. کوروش همه وضعیت را مقرر نموده چنین گفت: ای مردم، گوش کنید. اگر کسی از شما از مناسبتی بد بترسد و به شفقت و رحمدلی ما امید داشته باشد، چابکتر درباره آن غمخواری نمایید که در هر یک خیمه مقداری 2 کرته غذا و می را در مقابل آن چیزی که برای 1 روز به خواجگانتان و خادمان آنها پیشکش می کردید آماده سازید. این چنین همه چیزهای دیگری را که محفل را آرام می دهد تیار کنید، زیرا غریبان به زودی می آیند و طلب می کنند که به آنها خوراک و شرابی فراوان داده شود. خودی شما نیز می دانید که جنگاوران ما را به طور بهترین قبول کردن برای شما تا چی اندازه مفید است. این سخنان کوروش را شنیده آنها با غیرتی کلان برای اجرای سپارش او شتافتند. در همین حال کوروش تکسیرها را دعوت کرده با آنها چنین گفت: دوستان، من می دانم که حالا ما می توانیم خودمان به حضور همپیمانهای غایب به ضیافت آغاز کنیم و از خوراک و شراب که برای ما با دقت آماده کرده اند لذت بریم. ولی به هر حال به نظرم اگر ما تنها درباره خودمان غمخواری نموده هم پیمانهایمان را بی اعتبار گذاریم نفع زیاد نمی برداریم. آخر وفاداری و غیرت آنها برایمان از ضیافت که باید قوه ما را استوار سازد قیمت تر است. اگر معلوم شود که ما به هم پیمانهایمان بی اعتنایی ظاهر نموده حتی نمی دانیم که به آنها چی رخ داده است ضیافت را آغاز کرده ایم، در حالی که آنها دشمنان را تعقیب می کنند با آنها می جنگند و آنهایی را که مقابلت نشان می دهند به قتل می رسانند، ببینید که ما در نظر آنها به سطح آدمانی پست می رسیم و خودمان هم پیمانمان را از دست داده قوه امان را سست می نماییم. غمخواری در حق سربازان هم پیمایان که حالا به خطر دچار آمده اند و کارنمایی های حربی نشان می دهند و سعی و کوشش به خاطر آنکه ایشان به اردوگاه برگشته امکانیت پیدا کنند که قوه هایشان را مستحکم نمایند، ضیافت را برای ما باز هم با سرورتر گردانده از شادی شکمسیری لذتی
بیشتر خواهد بخشید. حتی اگر ما از هم پیمانان خود شر نمی داشتیم، ولی با این همه ضیافت آراستن و با می مست شدن برای ما کاملا امکان ناپذیر است، زیرا ما هنوز همه آنچه را که می خواستیم با آخر نرسانده ایم. کارهای ما هنوز غمخواری با دقت ترین را تقاضا می کنند. اردوگاه پر از دشمنانی به اسارت گرفتار شده است که شماره‌شان از ما زیادتر بوده زنجیربند نیستند. از آنها در یک وقت احتیاط شدن و هم آنها را حفظ نمودن در کار است تا ما آدمانی داشته باشیم که در آینده خدمتگاری ما شوند. سربازان سواره ما حالا با ما نیستند و از آن خواتیریم که آنها حالا در کجا باشند و حتی اگر برگردند ما اطمینان نداریم که آنها در قطار لشکرمان باقی میمانند یا نه. اینک دوستان، به نظرم هر یکی ما باید به قدر شراب نوشیم و خوراک خوریم که فرح و نشاطمان را نگاه داشته، هوشیاری را از دست ندهیم. در اردوگاه اشیای زیاد قیمت بها جمع شده است و من نغز می دانم که از این غنیمت که مالی همه ماست هر کس به قدر خواهشش گرفته می تواند. اما به اندیشه من برایمان در پیش نظری هم پیمانان ظاهر شدنی آدمانی که به عدالت بهای بلند می دهند و به این وسیله باز هم بیشتر به خود جلب نمودن آنها نسبت به صاحب شدن به حصه بیشتری غنیمت فایده ناکتر است، اهمیتی بیشتر دارد. من حتی تخمین می کنم، سخنش را دوام داده گفت کروش، که تقسیم غنیمت را به ذمه مادها، گیرکنیان و تیگران هنگامی که آنها از معرکه حربی برمی گردند واگذار کردن لازم است و اگر به ما حصه کمتر رسد آن را باید برای خودمان فایده‌ناک دانیم، زیرا به خاطر منفعت خود آنها باز هم بیشتر میل و خواهش پیدا می نمایند که هم پیمان ما باقی مانند. در این لحظه به دست آوردن ثروت ما را تنها در مدتی کوتاه غنی کرده می تواند، ولی اگر ما از پس ثروت ندویده کوشش کنیم چیزی را به دست آریم که بایگری می بخشد، باوری دارم که به خودمان و تمام هم پیمانانمان شکوفایی دوامناک را خواهیم آورد. شما گفتار 32 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.